ریال مادرید مایورکا را گلباران کرد. به نام خداوند بخشاینده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به یکی از دیگر ویدیوهای چینل ورزش 5. پیروزی ریال مادرید با سوپر گل والورده و درخشش برازیلی ها و اولین گل خرید جدید. با گزارش پایگاه خبری فوتبال در هفته ای از پنجم از رقابت های لالیگا، ریال مادرید و مایورکا به مساف هم رفتند که در نهایت این بازی را ریال مادرید با نتیجه 4-1 به سود خود به پایان برد و 3 امتیاز این بازی را به دست آورد. اکنون ریال مادرید در هر 5 هفته اول به پیروزی رسیده است و بدین ترتیب یک شروع رویایی را در لالیگا داشته است و با 2 امتیاز بیشتر از بارسلونا صدرنشین لالیگا است. در این بازی در ابتدا مایورکا بود که در دقیقه 35 توسط موریگی به گل رسید، اما پس از آن در لاک دفاعی فرو رفت و ریال مادرید فشار آورد. گل اول ریال مادرید توسط فدریکو والورده در وقتهای تلف شده نیمه اول به ثمر رسید و گل دیدنی بود. والورده با حرکت از زمین خودی توپ را وارد زمین حریف کرد و از پشت محوطه جریمه با شوت دیدنی با پای چپ دروازه حریف را باز کرد. دوم ریال مادرید توسط وینیوس جونیور در دقیقه 73 روی پاس رودریگو به ثمر رسید و در ادامه بازی خود رودریگو موفق شد روی یک حرکت انفرادی و دریبل زدن 2 تا از بازیکنان مایورکا گل سوم را در دقیقه 89 به ثمر برساند. گل چهارم هم توسط آنتونیو رودریگو روی سانت دیدنی کروز در دقیقه 93 بازی به ثمر رسید. این بازیکن اولین گل خود را در ریال مادرید به ثمر رساند. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. کامیاب و موفق سرفراز باشید.